بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش هرس رو در باغ ایستاده با سیستم تربیت کردون دو طرفه دو طبقه رو داریم که اینو خدمتتون آموزش میدیم. بوته‌ای که ما براتون در نظر گرفتیم، شما قبل از هرس مشاهده میکنید که این بوته حجم بسیار زیادی از شاخه‌های یک ساله و شاخه‌های خوبی رو تولید کرده. حالا انشالله میریم که این هرس رو خدمتتون آموزش بدیم که بتونید این کار رو انجام بدید. خب بوته‌ای که شما مشاهده می‌فرمایید قبل هرس از شما در حال حاضر می‌بینید که این یک سیستم کردون دو طبقه است که نقاط بارده واسه گذاشتن. مهندس براتی نقاط بارده رو واسهتون توضیح میدن و هرس میکنن و شاخه جایگزینایی که باید نگه دارن و تعداد شاخه‌ای که باید موجود باشن و مهندس براتی واسهتون توضیح میدن. مهندس براتی بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که این سیستم شما در طبقه اول این بازوی که الان مشاهده میکنید، قسمت اسپورها یا کورسونها رو شما میبینید که به اندازه 20 سانت از همدیگه مشخص شدن. شما برای این منظور باید یک قسمت جایگزین دو جوانه‌ای که نزدیک به تن است شما نگه دارید و یه شاخه بارده، حالا تو رقم بیدان سفیده که شما میتونید حدوداً 6 تا 8 جوانه رو برای بارده‌ای نگه دارید که بتونید اونو هرس کنید. حالا همکارم اینجا هرس رو شروع میکنن که میتونید آموزشش رو ببینید. در قسمت اول شما اینجا مشاهده میکنید که این قسمت اضافه است، همکارم حذفش میکنه. در قسمت نزدیکی که شما میبینید این قسمت شاخه‌های خیلی قشنگی داره، ما اینو از این قسمت حذف میکنیم. قسمت جایگزین و همکارم قسمتی که دو جوانه‌ای نزدیک تن است نگه داشت. این شاخه رو به صورت 6 گره‌ای حذف کرد. اون سیخک اضافی رو هم حذف کرد که مواد غذایی اضافه نگیره. قسمت بعدی شما نگاه میکنید یک وجب فاصله حدود 20 سانت میان قسمت جایگزین و بارده رو مشخص میکنن که این قسمت که نزدیک به تن است دو جوانه‌ای نگه میدارن و این قسمت رو حدوداً 6 گره‌ای هضم میکنن. به همین ترتیب ما جلو میریم، جایگزین و بارده رو نگه میداریم. شاخه‌هایی که یک ساله بهتری هستن اونها نگه میده، در واقع هضم میشن. جانشین یا جایگزین و بارده مشخص شد، انجام شد. به همین صورت میریم جلو. این شاخه چون شاخه‌های بهتری داشت، جایگزین نزدیک تنه، حدوداً 6 گره‌ای برای بارده‌ای سال بعد مشخص شد. این شاخه رو الان شما میبینید شاخه اضافه و نابجایی از زیر اینو هضم میکنن. در قسمت بعدی هم همین عملیات انجام میشه، شاخه‌های اضافه و بیمار هضم میشن، ضعیف‌ترا هضم میشن. اون شاخه شما در این قسمت نگاه کنید، این شاخه علی‌رغم که شاخه قوی بار خوبی داره میتونیم اینو بارده‌ای بذاریم یا، ولی چون نزدیک به تن است من و به سمت تیرک است اینو میتونیم جانشین بذاریم و این بارده‌ای رو این شاخه دیگه رو، اون چون نزدیک به تن است ما اونو برای جایگزین نگه میداریم. به این صورت اینم شما 6 گره‌ای زحمت بکشید. به این صورت طبقه اول الان شما نگاه کنید هرس شد، شاخه‌های جانشین و بارده مشخص شدن. یه هرس اصولی خوب با حدود 6 تا شاخه بارده و 6 تا جانشین مشخص کردیم. خب هرس طبقه دوم رو به همون صورت که طبقه اول رو ما انجام دادیم انجام میدیم که شما میبینید که کورسون ها یا اسپورها اینجا مشخص میشن. شاخه جایگزین و بارده مشخص شده. اینجا هم شاخه جایگزین که نزدیک به تن است و شاخه بارده که حدوداً 6 گره‌ای مشخص میکنیم انجام میشه. قسمت های اضافه هم که همکارم هضم میکنه برای اینکه مواد غذایی زیاد نگیرن و بوته ضعیف نشه.
و همین صورت ما هرس رو انجام میدیم و جلو میریم. در این دو قسمت شما میبینید شاخه جایگزین ما نداریم، همون شاخه بارده رو به صورت شیشگره‌ای میذاریم که انشالله سال آینده میتونیم جای نشین و قسمت بارده رو تکمیل کنیم. زحمت چی بشه. خروجی کارم. در نهایت هرس طبقات اول و دوم بازوی دیگه هم مشخص شد. شما اینجا میبینید که قسمت های جایگزین و بارده مشخص شد و هرس انجام شد. به این صورت شما در یک سیستم کردون دو طرفه دو طبقه هرس انجام میدید که محصول خیلی خوبی هم میتونید برداشت کنید تو رقم بیدان سفید.